به نظر تو قبله رو چه رقم پیدا کنی؟ از خونه مرچه پیدا میکنی، خاکشو که بگی شمال غرب باد میزنه اونو پیدا میشه. بیخی دیگه این ما را بیخی زیاد خونه خورده دیگه خدا گرفتن نمیتونه چه رقم میشه. بالاخره آمده رسیدیم به ولسوالی شیخ علی دره غربند، یعنی آخرین سرحد بین بامیان و پروان. کنید پجره و بنت 500 کلش شد تا سوزی توی داکو میاره. 500 استشهاد بخیر. ماشاءالله ماشاءالله. همین تو اینال چی کنیم اینجا بریم داخل چی میشه؟ خب واجی صاحب دور استاد شدی بیا نه؟ واجی صاحب بخیال مانده شدی. خب وطندارای عزیز بالاخره رسیدیم به می جایی که قرار بود ما اینجا امشب کمپینگ بکنیم. البته خیلی بالا آمدیم، دره غربند خوشم آمد، آب و هوای خوب داشت و سرحد رسید. جان مانده خو نشدی؟ نه والا خیلی خوشم آمد، خیلی جای زیبا و مقبول جای آمدیم. واقعا ما میخواستیم وقتر بیاین شما. ما جای آمدیم اینجا، از اینجا جوی او پاک است، از دریا جدا شده دیگه. اینجا بخیر خیمه کمپینگ خود میزنیم و وسایل خود پایان میکنیم. وسایل ما خیلی زیاد است. ناوقت شد به خاطر از اینکه لا کردیم، به خاطر از اینکه خیلی بالا آمدیم. کشکو و خوبی در کجاست که ما یک جای کمپینگ میکنیم که بیخی دیگه دور از ماشاءالله خیلی وسایل هم زیاد است. خب دیگه اول خیمه رو بگیریم از اینجا. دیگه دیگه بخیر خیمه رو ببریم. ما هم گاز بگیریم که گرنگ است. بیا کمک شو بیا. بسیار زیبا و مقبول. زیاد تعریف نکو اسید جان، حال خود تعریفی سه جای دیده نمیشه. کاروان برسود که بخیر بیاریم آجی سه بیارم رو بزامت میشه دیگه. این اسید جان خود در رایده. خب خیلی من داخل شوم. یا الله خیر. تو جای است بدلت است؟ اگر نیست که پس بریم. خیلی جای زیبا و قشنگ دلنشین. این ماشاءالله. خب بیاین خیلی دیگه چیزا رو هم بیاریم. بریم بخیر به سوی ظرفا رو هم بیاریم. سرت فشار نبر آی صاحب. یا تو دایی نوست شو روغن طلب نشوی. اینی رومی است یا هم روغن دیگه. این یا نان خشک، این هم البته که نان است دیگه. یا الله بیا استاد پویسر کش کنیم. خیمه رو پویسر کش کنیم اونجا جای میز. یا کمی کش بکن. برو بس. برو بس است. این هم نان و غذا. اینا بدری هم آوردم. اینا استاد سپرتان کرده که بدری را چی میکنی؟ اینجا کار میته. ماشاءالله. ما دوست داریم حاجی صاحب میگیم باش که به زحمت نشید.
نه ما چیزایتان براتان بیارم دیگه نه نمونده انشالله. برق ما آمد. جای نو یک کمک درباره تجهیزات خود معلومات بده که ما همراه خود دهی چکر یا دهی میله چی آوردیم. از بیتری شروع میگیریم. این بیتری ماسته که را واقعا کلی اسید جان کار کرد که در یک جای ما میایم که سیار گروپ ماست. یا هم گاز ماسته چای ماندیم تا چای ما بخیر جوش کنه، یا وسایل آشپزی ماست دیگه بخار، یا میز چوکی و خیمه ما حضور داره و قبیل انگور آجی سایبانی از قبیل کیله. خودتون جا داره. بشی. اسید جان زیاد پرحرفی نکو ببخشید. خدا بیا جمیل جان تو هم اینجا بشی. میمان ویژه ماستی. که بسیار زیاد در مسیر راه ماندام شدیم. خیلی اما خسته کن نبود آجی صاحب. خیلی یک راه خوبش بود. خودت واقعا در مسیر راه لذت بردی یا نه آجی صاحب؟ آه دیگه خوب هوای آزاد بود دیگه، خسته نشدیم دیگه. کوه و درخت‌ها را یا آبای دریا را و فعلا جایی که ما ششتیم یک طبیعت خیلی سرسبز، یک فضای کاملا طبیعی و تمام چیز ما هم طبیعی و وطنی. چای ما بگیرین آجی صاحب، چایتان صرف نشه. چای وطنی و طبیعی در فضای طبیعی و شما هم اگر میخواین که از فضای آزاد، از فضای طبیعت لذت ببرید، بیاین وطن ما امنیت از شکر خدا آزادانه هر طرف برین، شب و روز کسی برتون کار نداره. نصیب جان چطور از چای مزه میتن؟ خیلی ماشاءالله خیلی خوبش است. خیلی واقعا فضای آزاد و جای زیبا سرسبز دلنشین بسیار جای مقبول است. واقعا خیلی خوشحال شدیم. هر وطندار خیلی یا کم؟ بیخی خیلی عالی بگم برای دیگه. ها ناگفته نمانیم دوستا، یک میمان هم داریم، جمیل جان، باشنده از این منطقه است که ما را لطف کردن، میمان نوازی کردن، برای ما چای موندن. جمیل جان اگر خودت کدام گفتنی داری؟ ما یک در خدمتت. اول در قدم اول یک معرفی شویم خوب است که البته آجی صاحب هم از راه دور آمده، شما هم کلتون آجی صاحب عینالدین و البته که اسیب جان و خود نوری صاحب دیگه. خودم هم اسم جمیل است، باشنده هم منطقه هستیم. خودم هم در ولسوالی شیخ علی زندگی میکنیم و شما را هم خوش آمدید میگیم که البته این در یک طبیعت آزاد و چای هم نوش جان میکنیم که ماندگیتان رفع شوه. دیگه خوش آمد میگیم شما را دیگه. سلامت باشی جمیل جان. آجی صاحب فضا خو بیخی وطنی است، طبیعت تمام چیز. یعنی ما کوشش کردیم که چون برنامه اول ما بود یه چیز کم نمانیم. از نظر خودت چیز کم هست اینجا؟ آها کم هست دیگه. باز میگم تو دیگه مثلا چی کم هست؟ او دیگه باز آخری ما میگم دیگه از چایی که آدم از چای کویی که استفاده میکنه یا دریایی کسی تصفیه شده این که میخوری چای در غذا کیفیتش بالاتر آجی است. صاحب حالا برای ما نگفت که چی کم است، باز پسان میگه. اسیب جان دیگه چی کم است به نظر خودت در این فضا؟ به نظرم بیخی چیز کم بود نیست دیگه. آجی صاحب گفت یک چیز کم بود. کوی یگان فکرها هست در تو یک فضا خصوصا جایی که ما ششتیم فعلا خود تاریکی است. انشالله صبح که از خواب بیدار شدیم در این منطقه
با شما میبینیم که چه قسم یک جای است. رنگ چای چطور است حاجی صاحب؟ چای خو نیم ساعت بعد 30 دقیقه دم بخوره. خب دیگه ترتر باشه که یک کیف کنی. خب اگه او رو بگیری خالی دستی تازه دم کنی بخوری کیف میگی. این رنگ چای چطور است؟ خب این رنگشو میره برآمده چند دقیقه، خب یعنی که میخوری کیفیتشون بالاست. چای تیره خوشت میاد یا کم رنگ حاجی صاحب؟ نه تیره. چرا تیره؟ ما کل کار ما تیره است. خب ما پیشتر رسیدیم، شما هم دیدین خیمه خود اینجا زدیم، وسایل خود آماده کردیم، دیگه وسایل هم برای آشپزی آوردیم. فقط حال خواستیم چند دقیقه ماندگی ما رفع شود چون از مسیر بسیار دور آمدیم. یک چای میخوریم همراه حاجی صاحب و حسیب جان و جمیل جان و تیاری دیگ خودم میگیریم و بعد از اینکه نان شب خوردیم میشینیم که حاجی صاحب خوب گفتنیا داریم. حاجی صاحب نام خدا در اول برنامه بر شما گفتم خیلی یک آدم مذاقی شوخ طبیعت است. انشالله ساعت ما و شما را تیر میکنه. خب حسیب جان دیگه چی گفتنی داری؟ گفتنی نیست دیگه، چای بخوریم با طبیعت در فضای آزاد. باز میریم بخیر به سوی غذا پخته کردن. باز بعدا غذا که پخته شد باز میخوریم. چیزی گفتنی داشتیم میگیم، باز نداشتیم باز چای خودم میخوریم و بخیر آستین بر میزنیم. با آشپزی چی نظر داری؟ بیخی کار خوب است. حالا آشپزی کی کنه؟ حاجی صاحب میکنه دیگه. حسیب جان خودت هم یک رقم د آشپزی تکرار معلوم میشی دیگه. مجبور هستیم که تگله باشیم دیگه، هر کار یاد بگیریم. در خانه هم آشپزی میکنی یا نه؟ نه والا اینی کار نمیکنیم به خانه آشپزی. هیچ نکردی یا همون تو خودت بیخی دیگه پیش مایل آمدی؟ نه جدیلا دادن نیست، بیخی نکردیم. حاجی صاحب گوشت چی گرفتی؟ گوشت بس تو بز انتخاب کردی؟ بس خوب است برای هر مریضی که بخوره. در جان میشینه نگفتی؟ در جان میشینه. ایران پیشتر برای شما گفتیم جای طبیعی است که این جای سرچشمه میگیره از این دریا. اینجا دریا است و حال تاریکی است. تصویر سایی نمیته باشیم که من پایان شدم. این دریا است خیلی یک آب شفاف و وجود داره. باز انشالله این دریا رسید در روشنی برای شما تصویرشون میگیرم. اون یک چالش با خیالم مرچ زیاد خوش داری زیاد نه دو تا انداختم بخش کل از شیرینی پیاز رو گم کنه. شوران دیگه در کچالوار و شوران دیگه سیزن چی داری؟ خب پاک شود. کاکا اینگی میبینین که زامت کشیده رئیس آفرین. و همین قسم گرده میشینه. حسیبم گرده میشینه. و من گفتم که شما آشپزی بکنین و ما هم فیلم برداریم. بازده خوردن همراهشان شریک میشه. حسیب جان جان شما آشپزی تان رو بکنین، بازده خوردن من همراهتان شریک سه بازی وقت اگر کمک کار داشتیم بگویم انشالله کمک کار داریم. چرا نی؟ بیشتر گفتی کچالو را توته نمیگنه مال توته کرده رئیس. نه توته کردم به خاطر زود پخته شود. اگر نه پخته میشه
گوشت گاو خو نیست کچولی است. والا گوشت گاو خو نیست شو رفته اینه مال 9 بجه شده. خیر سر چقدر دیر شود صبح روزه بگیریم؟ باز نه یک گپ سر چقدر دیر شود باز نان مزدار نه و گپ است مجبور باز نان مزید بر چند دقیقه دیگه چی میکنم ما دیگه حالا نماز بخونم قبله دیگه طرف غربی طرف به فکر ما که این طرف است. قبله را گم کردی حاجی صاحب؟ آه خودی شده دیگه آقا. خب حالا که گفتی که قبله را گم کردی حاجی صاحب همین به نظر تو یک نفر میره نه تو مثل ما و شما و نابلد در یک منطقه هفته هم نیست که قبله را از روی هفته پیدا کنه به نظر تو قبله را چه رقم پیدا کنه؟ از خونه مرچه پیدا میکنه خاکشو که بگی شمال غرب باد میزنه اون پیدا میشه. چه رقمی؟ خانه مرچه یک ذره خاک نرم است چارا نیست از سیرا بگی تو بالا پرده کدوم سو باد میزنی یک قبله میشه پیدا. هر سونه که شمال زده اون سون قبله است. نه شمال این سون است طرف دست راست غرب شبا کسک از این طرف باد از طرف قبله میه. خودت اگه کدام وقت شمال سرچپه شوه باز تو پشت تا طرف قبله کنی چطور؟ نه باد میخواد آسمان بالا میکنه چطور میکنی؟ خیلی با چهار طرف چهار رواست طرف قبله است خیلی ببینی حاجی صاحب. خب حاجی صاحب خیلی تو نماز تا بخوان من نماز بخونم تا او وقت دیگم بخار میگیره؟ نه دیگه طرف مرا بگی این باداما چقدر مزه داره؟ 5 تا یک دفعه دام میکنه این باداما اینقدر مزه داره 5 تا 6 تا یک دفعه این تو میخوام جان کم بخور بانی کمه که جای باشه برای باز خیر است جنسیت خورد است شکم کلان است خود تو که کمی خوری خیلی چطور که لاغر موندی؟ نیم کیلو باش مرد باش گپی نیست یعنی تو نیم کیلو هستی دیگه؟ بله مرد است همینطور باش که حاجی صاحب استاد شده نماز میخونه حاجی صاحب قبله میسونه است؟ یا حالا خب با فکر ما میسونه نگفتی اگر نباشم خود چهار طرف می قبله خونه میشه دیگه جای مسافریست دیگه. حال چطور پیدا کردی قبله را؟ خود معلوم میشه دیگه ستاره نشون میده ستاره شام. خب ستاره شام. خب خیر تو نماز تا بخوان باز قصه ستاره شام هم بر ما بود. برای حاجی صاحب مزاحمت نمیکنیم که نماز خدا بخونه. حاجی صاحب چطور گپ از بخیر 10 بجه شب شد بخی گشنه ما ساختی با خدا دیگه شمال بود یک ذره بخار چندم است که تو داده بخار سهم است کل چیز با دور دو سه رفته بود دیگه خو ندیده بودیم حالی چقدر دیر بود نرم خواهد شد دیگه خوی از یک ساعت زیاد شده باش که یک 20 دقیقه دیگه اون کو خاطی بخار بودی همه حالا ساعت چند است 10 چند نخواست 10 و 19 یعنی تو 20 دقیقه دیگه تا 11 بجه دیگه نون تیار میشه نصیب به خیالم خنک خورده دم موتر از باز به جان از آن بره این نصیب جان از گشنگی خو رفته چطور گپ پس نصیب جان؟ والا ما را هم خنک خورده و هم بیت از گشنگی مردیم حالا من رفتم در جان کاکا عینالدین گفتم او در 2:30 بجه شب میشه 3 دفعه تو تا حال دیگه بخار دادی چه وقت نرم میشه خیلی چه وقت پخته میشه چه وقت ما بخوریم خسته هم هستیم خوشم ما برش گفتم که ما را بگی داخل خیمه اگر آتش که چی میگه نه والا اگر میگیم والا دیگه خداوند انصاف بتشه ماشم که گناه از اوست گناه از دیگه ماست گناه از گوشت ماست کدام از مشکل داره گناه از ما و شماست که ناوقتر آمدیم مسیر ما دور بود یا ناوقتر آمدیم همون خاطر یک کمی خب حسیب جان مگه موام بسیار سرد هستیم والا اگه آتش که نکنیم بیخم ولی من دیگه پایین شده نمیکنم اول از چی پاکستان طرف کنر و ایسی می آمدیم پیاده بود به ایرای دیگه نیست به ایرای بین لغمون جات اومدیم بودی تگه و نجره و بودی کپسا و بودی فرمون و بودی پاغمون کلش پیاده گشتیم این دیگه بغلان کندس تخار بدستونه تو جمعت ها دیدیم خوب بچگی ها را تیر کردی آها در دل مرمان نمونده از سر پل پیسه استراحت شدیم خوردیم زدیم موترهای خوبش
آها توریزمی پجرو بنت 500 کلش رو تا سوزیکی و داکو میاره. اونجا هم تو میله میکردن یا نه حاجی صاحب؟ اونجا میله گوسفندا رو دیگه حلال میکنی، کباب میکنی، میزنی خیلی بود. دیگه 4 ماه ما در اوریسی خبر بدم. 4 ماه پشت در پشت. یک قصر افرا رو جور کرده بودیم، ما قصر افرا میگم ما شما بوتل باز ما از سن سای بوتل هم خبر بدم، بازم محلم که بود مردم ها که ورسی شناخته بود وام داور میکرد دیگه سای بوتل بدم. چای هم مونده حاجی صاحب؟ آه دیگه از همی او جوی گرفتی؟ از همی او گرفتی؟ آه دیگه جوی دیگه خوب آمد. آه دیگه یا هست تشکیشی از او مدنی کلام کیفیت داره. حسیب جان بیا که نان تیار است. خودت بخیالم یک چشمک هم شدی. گرم آمده نه؟ ساعت 11 بجه بخیر 11 و 15 11 و 15 بخوریم بخیر سبا روزه میگیریم. بیا حاجی صاحب بگو دیگه ما رو چی میگی؟ ساعت پیش بخیر ماشاءالله ماشاءالله. همین تو اینال چی کنیم اینجا بریم داخل چی میشه؟ هنوز به سون دور است. خودت مگم والا زیاد کنی بیخی زیاد خون ورده کم تو نیدیم. حاجی صاحب پیشتر ما برات نگفتم که بچه های امروزی و سابقه فرق داره؟ تو بخیالم دمی برفا میگشتی پیاده روی آه در میگه. برف ده خیلی در برف او چیز خوب گشتی ما این مشکل جو در داخل تو دیگه حسیب جان همینجا یک لقمه خوب بخوای چه رقم مزنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مکسل کن مزنی زیاد که قیق کشور خواهد خوبی دیگه میخوریم توکل با خدا. میزیشو بخوریم نمیتونیم یکیشو بخوریم. زهر کدامش تو میخوری مقصد بخور. آسف کجایشو بخوریم؟ هر جوش که دلم میشه اون بالا سرخ هست دیگه پسان میخوریم. های این باز میمونی که اگه هست که باز شوش اومد یکم باز بخور بیا حاجی صاحب. برم تای داخل نام خدا بخورم. حاجی صاحب بریم بخور. چوی پرده والا بسیار خنک است. دیگه امشب لیافام ناورده دیگه خدا دیگه خودش رحم کنه. استاد بیخی زیاد خنک است. ما خود دیگه حاجی صاحب تو خنک خوردی؟ من خوردیم دیگه به اندازه ما رو بیخی از پای اندازه. ما رو بیخی زیاد دیگه ما تو خنک خورده. یاسیب چطور قضیات زیاد خنک خورده حاجی یه صاحب؟ خنک خور است باز منتقام سرد است ما کسا 6 تک ستاره مو بیخی دیگه این ما رو بیخی زیاد خنک خورده دیگه خدا گرفتن نمیتونه بیچاره همیشه همیشه. آتش دو آتش دیگه یک جایش خرابی میکنه دیگه پا است. تو هم آتشیستی دیگه حاجی صاحب. وای خیر بین استاذه کمی رو آتش کردی ما رو بیخی دیگه. نه انجینر صاحب باز بخیر بر از قشلاق چند تا لیاف یک کمپل بیاره. چطور بود نان؟ نان بیخی زیاد خوبش بود. کیفناک نان بود. هم خوردیم، چای هم خوردیم دیگه، آتش هم کردیم، هوا سرد بود. البته ای آتش به خواهش حسیب جان کردیم. بله یگانه کم بودی که ما شما داشتیم کمی کمپل یا لیاف نداشتیم دیگه. بیخی نمیاد بیخی زیاد خنک است. خیر از غم کمپل و لیاف هم میخوریم. بخیر جان جان روان میکنیم. و یک چیزی که برای ما تجربه شد به خاطر از اینکه هوا از این بعد سرد شده میاد حسیب جان. بله و هر جایی هم که چکر میرین شما از این بعد باید تجربه جدید ما استفاده بکنین از تجربه ما
لیاف و کمپل که خود بله جای بله بود. بله بله 100%. ما هم انشالله در برنامه بعدی مجهز میریم یا دیگه. ما انشالله فکر بخیر. نمیکردیم اینقدر اینجا با سرد بود. بیخی زیاد سرد است والا اینجا همیال زمستان شده اوه یک نام مرا بد باش بود بیشی که زیاد خنک خورده بودی نه؟ این آتش از این در روی آدم میزنه طرف قبله نال شمال میشه. من نگفتم اون وقت نماز که چی میشه از طرف قبله باد از این طرف قبله اینی طرف بود چرا که شمال از طرف اومد تو اینی طرف نماز خوانده بودی بریم اسیب جان. رفتیم لیاف کمپل هم آوردیم بریم ما دیگه به اجازه تون یک استراحت شویم بریم شبام کاکاینه ناوقت شب شده به اجازه تون دیگه ما بریم دیگه بخیر بریم حاجی صاحب بیا بیا بخیر بریم اینجا قدر خوشم یا الله خیر بیا بسم الله دومیش بیاین اوه او حاجی صاحب پرده هم داده